و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خویش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. می‌دانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر میان پرستان و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. خیلی 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 سرمون شلوغ امروز، نقاشی بچه هامون و فایل و خیلی کار داریم، بنابراین خیلی سریع من باید کار رو آغاز بکنم. ضمن اینکه خواهش میکنم از همه همیهنان عزیز، خانوما آقایون، لطف و محبت بفرمایید مثل همیشه سنگر رو نگه دارید. چند تن از عزیزان از ایران برای من پیام فرستادن که امشب نمیرسم، آدینه یکیشو من پخش میکنم، حالا استثناء که حالا تا آدینه بشه تا من براتون پخش کنم که همیهنان از داخل کشور خواهش کردن از شما برای من فرستادن، مثل این سوال هفته که می‌نویسم. من خیلی کردم سوال هفته است در حالی که قبلا فرستاده بودم. بعد من خوندم اینو که الان برای شما هم میخونم. بعد دل ایشون خیلی پره
من یه 4-5 دقیقه با شما همیهنان عزیز داخل خارج از کشور صحبت میکنم و شما رو به وجدان خودتون میسپارم. اولا پیشاپیش بگم من شخصا از طرف همه میهن پرستان، از همه شما همیهنان عزیزی که در طول این سالها، حالا 15 سالی که ایران آریایی هست ولی این 8 سالی که من هستم، من به خدا از ته دلم میگم من آدم چابلوس و چه بدونم قربونت برم و سپاسگزارم، نه، من حرف دلمو میزنم. خیلی از همتون سپاسگزارم. من اسامی شما عزیزان رو حفظ شدم، یعنی میتونم همین الان راحت 40 تا 30 تا 40 تا شاید تا 50 تا اسمو من میتونم بگم در طول این سالها که دیگه حفظ شدم این اسما رو. ولی خب یه عده‌ای رفتن، یه عده‌ای ما رو تنها گذاشتن به هر دلیلی، خسته شدن، بریدن، گفتم ای بابا نمیشه، فایده نداره. یه عده‌ای رفتن پشت سر ما شروع کردن حرف زدن، در حالی که اومدن نون و نمک این تلویزیون رو خوردن. تا از اینجا رفتن بیرون، رفتن زنگ زدن، حالا چطوری این افراد رو میشناختن منم نمیدونم، ولی بالواقع این کارو کردن. رفتن زنگ زدن که آقا به اینا کمک نکنی، اینا بهشون کمک میرسه. خانم آقایون به خدای ایران قسم، ای کاش واقعیت نداشت این حرف من، به خدا از هیچ جا به ما کمک نمیرسه. ای کاش میرسید، ای کاش ما مثل تمام این مزدورانی که نشستن، تمام این طویله ها، به شرفم همهشون کمک بهشون میرسه، از اسرائیل، از امریکا، از انگلیس. به شرفم سوگن سازمان های اطلاعاتی امنیتی بهشون پول میدن، دولت ها پشتشونن، بهتون دارن دروغ میگن ما کمک مردمی داریم، نون انقدر داد، اون انقدر داد، ما با کمک های مردمی هستیم، نمیدونم اینجا رو قفل میکنیم اونجا رو پول بدین. اینا به خدا دروغه. یالا اصلا احتیاج به قسم نیست، یه روز اینا به شما ثابت میشه. این تنها خونه‌ایه که پاکه، این تنها خانه‌ای، تنها جاییه که پاکه و همتون هم دارید میبینید. پیاماتون پخش میشه، نقاشی بچه ها رو پخش میکنید. ما ارتباط مستقیم با شما عزیزان داریم. چرا؟ چون ما خودمون رو تافته جدا بافته نمیدونیم. اوی من در تلویزیونم و من دکترم و من... نه، ما هممون سربازیم، هیچی هم نیستی. من یکی از شما هم که اومدم اینجا نشستم، اصلا خود شما منو آوردین اینجا نشوندید. اگه شما منو تایید نمیکردین که آقای وطنخواه نمیومد به من برنامه بده. شما زنگ زنید کنید آقا این کیه زنگ میزنه به آقای استاد سیاوش آذری، خب بگید این پاشه بیاد. کار خودتون بوده دیگه. خب ایشون هم قبول کرده، گفته خب بگیم بیا ما بهش برنامه بدیم ببینیم کیه. شما میخواید، شما اگر اینجا پول ندید، اگه شما این برنامه رو چیز نکنید، تضمین نکنید، خب من بیام اینجا چی بگم وقتی میرم کسی منو تحویل نمیگیره؟ بیام بشم با دوربین با خودم حرف بزنم؟ خب میشم تو خونه خودم با خودم حرف میزنم. بنابراین من شخصا از همه شما بی‌نهایت سپاسگزارم. وقتی میبینم که اینقدر اظهار لطف میکنید به ایران آریایی، مهمم نیست شما به کدوم برنامه، مهم این هستش که شما کمک میکنید به این سنگر. هیچ تفاوتی نمیکنه به کی. شما هر برنامه که خودتون دوست دارید به برگزار کنندگان اون برنامه کمک میکنید. اما همه ما، چه ما که اینجا نشستیم پشت این دوربین، چه شما که جلوی تلویزیون نشستید، حقیقت باید بگیم. ما تمام مشکلات رو ریختیم رو سر آقای وطنخواه. خدا رو خوش نمیاد. ایشون نه دستگاه چاپ پول داره تو زیرزمین، نه یه درخت طلا داره تو حیاتش که بره اینو هی قیچی بکنه، چه بدونم یه تیکه طلاشو بکنه. همینه، همین ظاهر و باطن همینه که میبینید. تازه خود ایشون هم میان برنامه اجرا میکنن. من بهشون زنگ زدم، حتی ازشون خواهش کردم، گفتم آقای وطنخواه یکی دو تا برنامه 2 مرتبه بشینه تو خونه، چون دلگیره، دل شکسته است. آدم یه ذره باید اوقاتش سر فرم باشه که بیاد بشینه برنامه اجرا کنه. نمیتونی بیا اینجا فکرت 1000 جا کار میکنه، بعد نگران تلویزیونی، نگران مملکتی، نگرانی، همش ما نگرانی ما میایم اینجا. ولی من فقط نگرانیم الان ایرانه، من دیگه نگرانیم تلویزیون نیست. ایشونه که رفته 10 تا سند امضا کرده با هاتبرد، با اون یکی شرکت، با اون شرکت. این سایت ما داریم، پول آب و برق باید بدیم، پول کرایه باید بدیم، این دوربین خراب میشه، اون کامپیوتر خراب میشه. خب هر روز تو با فشار در ارتباطی، بعد کلی رانندگی بکنی، خدات کیلومترم رانندگی بکنی تو این چیز اتوبان‌های آمریکا، بیاید توی چیز
بعد ایشون تو استودیو که میاد خبر خوش که نمیشنوه، آقای سیاوش آقا این خراب شد، آقا اون فلان شد، آقا خانم مهناز میگه آقا این گفته دیگه من پول نمیدم، آقا اون یکی اصلا دیگه نیست، اصلا معلوم نیست کجا. همش تو داری پروبلم میشنوی، خب گیرپاش میکنه، مخت دیگه نمیکشه، به یه جای میرسی میگه آقا ولش کن گورو باباش، آقا چیکار کنم، آقا نمیتونم تا اینجا کشیدم دیگه نمیتونم بدنم نمیکشه دیگه، استخونام نمیکشه. ما همه داریم سر بالایی میریم، سر پایینی که نمیریم که، ما سنمون داره میره بالا دیگه، سنمون که نمیاد پایین، بی حوصله میشیم، خسته میشیم، رنجور میشیم. ببینید در طول زندگی ما ملت ایران تو این 47 سال وجدانن، شما خودتون یه نگاه به زندگیتون بکنید، تو 24 ساعت زندگیتون بیشتر ماها داریم پروبلم گوش میکنیم یا بیشتر مورد نوازش قرار میگیریم؟ یه موقعی بود زمان شاهنشاه آریامه، مامانه یه نازت میکرد، بابایی یه نازت میکرد، آبجیه یه نازت میکرد، داداشی یه نازت میکرد، مامان بزرگ بود، بابا بزرگ بود، عمو بود، زن عمو بود، دایی بود، رفیق بود، آشنا بود، معلم بود، تو هر جا میرفتی یه نازت میکردن. نه فقط بچه ها رو، پدر من یه مادرم بود، یه همسرش بود یه نازش بکنه، مادرش بود، پدرش بود، ما بچه ها بودیم که یه دل به بچه هاش خوش باشه. بالاخره پیش همکاراش که میرفت یه 4 تا شوخی میکردن، 2 تا تخت نرد بازی میکردن. مادرم به همیشه که پدری بود یه دستی به سرش بکشه، یه 4 تا عزیزم قربونت برم بهش بگی. الان نیست، الان پدر گرفتار، مادر گرفتار، خواهر گرفتار، برادر، همه گرفتاریم و همه منتظریم یه شر اینا بی‌ناموسا از سرون کنده بشه. همه که علی دایی نیستن، همه که علی پروین نیستن میلیاردر باشن، براشون هیچی مهم نباشه، به گوره باباش بنزین بشه لیتری $1,000,000 من دارم، نمیدونم خیار و گوجه فرنگی بشه کیلو $100,000,000 من دارم. ما همه توی یه طبقه ای داریم زندگی میکنیم، هر روزم داریم فقیرتر میشیم، بهتر که نمیشه وضعمون. بنابراین من از همه شما خانم آقایون خواهش میکنم، در خارج از کشور تمنا میکنم، میدونم دارید کمک میکنید، میدونم دارید زحمت میکشید، میدونم از ته جیبتون دارید میکشید بیرون، ما هم میدونیم، ما هم داریم تو خارج زندگی میکنیم، اما ازتون من خواهش کردم گفتم بیاین عضو بشین که الان مثلا فرض کن زیر دریای شاهنشاهی دلفین، روبرت عزیز، آقا فرهاد از انگلیس، بانو پادگانه، محبوبه پادگانه، نمیدونم همین خانم آقایون زنگ نزنن بگن آقا ما $50 کردیم $70، آقا من $30 دادم $20 هم اضافه. نه، فشار به اینا هم نیار. تو رو خدا جون مادر پدرتون احساس مسئولیت بکنی، تو رو به شرفتون احساس مسئولیت بکنی. من نمیدونم به چه زبونی باید بگم. واقعا اگه نمیخواین ایران آریایی دوست ندارین خب اون یکی دیگه، اما شرافتمندانه وقتی نشستین دارین چه این برنامه رو، چه برنامه بی پرستو رو، چه مرجان روحانی رو، چه خدا آقای وطن، فرق نمیکنه، هر برنامه‌ای رو میبینید تو رو به اون خدا قسم، به خاطر همون عشق، همون 2 ساعت 1 ساعتی که نشستیم اون برنامه رو میبینی، همین الان بگو آقا بله زنگ بزن با آقای سیاوش، آقا بله من میخوام عضو جدید بشم. عضو بشید، همین، ما چیزی از شما نمیخوام، ما 30 تا بسمونه. میتونی بیشتر بدی دمت گرم، تو بده 20 تا بده، ولی عضو بشیم. ما بگیم یه نفر از این فعلا ما 20 تا، یکی دیگه میاد اون 30 تا، اون میاد 40 تا، اون میاد 50 تا، اون یکی میاد 60 تا، اون باز میاد 20 تا. خب همین 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا جمع میشه. میبینی خب الان یه 1500 تا یه عده اومدن عضو شدن، این فعلا یه 1500 تا 2000 تا اینطوری در ما، خب کم نیست، این خودش کلی کمک به ما. 1000 تا این و 1000 تا اون ور، یا میبینی خب این پوله داره جور میشه که این مردم اینقدر فشار روش نباشه. به روح پدر مادرم قسم، این چیزی که ایشون فرستادن توی همین تلفن من که گفتم دیگه یادداشتش میکنم رو کاغذ براتون بخون، خدا میدونه من 2-3 بار اینو خوندم بغضم گرفت. نه آدم چرا باید به اینجا برسه که ببینه بیمهری بهش میشه. حالا من براتون میخونم پیامی از آریان وطنخواه: هم میهنان گرامی، هم کاران ارجمند، یعنی به همه دارن میگن ایشون. دل پره دیگه، دل آدم دلش میشکنه، به یه جایی میرسیم به بنبست میرسی دیگه. هم میهنان گرامی، هم کاران ارجمند، هم یاران با محبت و فداکار آزادی ایران. عزیزان و با محبت و فداکار آزادی ایران عزیزمان در حال حاضر به نظر میرسد که با مشکلات فراوان روبرو برای مدیریت و ادامه فعالیت‌های مبارزاتی تلویزیون جهانی ایران آریایی پس از گذشت بیش از 15 سال سختی و عدم حمایت مالی و فشار
فشار غیر قابل تصور تقریبا در موقعیت غیر ممکن قرار گرفته است. و شما ببینید آدم به چه مرحله برسه که بفرمایید پس از گذشت بیش از 15 سال سختی، واقعا سختی و عدم حمایت مالی، نه شما که کمک میکنید ولی خب ایشون توقع داره حمایت کنید و فشار غیر قابل تصور. من همیشه به شما چی میگم؟ خیلی فشاره، خیلی فشاره تو بتونی این خونه رو نگه داری. اینجا ما بشکن و بالا بنداز که نیومدیم راه بندازیم، اینجا اومدیم داریم میزنیم جمهوری اسلامی ها، داریم ایدئولوژیشون رو میزنیم، ما داریم براندازی میکنیم، ما میخوایم شاه رو برگردونیم. ما یک تنه چه آتشی زدیم به کمپوزیسیون، چه کار مونده که ما نکردیم؟ افشاگری کردیم، اسلامو زدیم، ایدئولوژیشو زدیم، شیره‌ای رو زدیم، خمینی رو زدیم، کمپوزیسیون قلابیشو لو دادیم، اینو افشا کردیم، اونو افشا کردیم، با شما در ارتباط هستیم. هر کاری از دستمون بر اومده به خدا اگه یک کپی این تلویزیون یک کپی دیگه داشت به خدا قسم ما 10 روزه انقلاب رو مینداختیم تو ایران. آخه شما نگاه کن ببین نشستن دارن چه چرت پرتایی میگن، با آخوند نصیری دارن گفتگو میکنن، با یه لواطگاه. ببین چه دکونی برامون راه انداختن. الان 3 ماه ملت امشب ببین یه چیزایی بهتون نشون میدم. اگه امشب دارید هر جا هستید در هر گوشه دنیا صبحونه نهار شام دارید میخورید بخورید تموم کنید، یه چیزایی بهتون نشون میدم که استفراغتون بگیره. ما دیگه چقدر دیگه بیایم افشاگری کنیم؟ به هر حال من این یه بار دیگه از اول بخونم. هم میهنان گرامی، همکاران ارجمند، هم یاران با محبت و فداکار، آزادی ایران عزیزمان در حال حاضر به نظر میرسد که با مشکلات فراوان روبرو برای مدیریت و ادامه فعالیت‌های مبارزاتی تلویزیون جهانی ایران آریایی پس از گذشت بیش از 15 سال سختی و عدم حمایت مالی و فشار غیر قابل تصور تقریبا در موقعیت غیر ممکن قرار گرفته است. امکان زیاد وجود دارد در سال جدید سال 2026 رسانه ایران آریایی به تاریخ پیوسته شده باشد. آریان وطنخواه امکان داره یک سیاه بشه، بریم دنبال کار زندگی. من باید برم بشینم توی چه بودم اینستاگرام، بچه‌ها یوتیوب برام دوست چه بودم که منم اهل این باز نیستم 2-3 دفعه بیام بدون تعارف بگم ول کن. من حوصله این چیزا رو ندارم حقیقتش. خودم هم کف کردم. شما فکر مثلا بی پرستو فردا چی میشه؟ مثلا میره چیکار میکنه؟ خب به تلویزیون بزنه؟ نه، اونم خسته میشه میره. شاید برادرش یه کارایی بکنه یه 2-3 هفته 4 هفته یه ماه خسته میشه. حوصله نداریم ما. من حوصله ندارم. هیچ کدوممون حوصله نداریم. یه خونه‌ای با بدبختی تهیه شده، همین آقای سیاوش ما الان اینجا تعطیل بشه بره. خب ما تا اگه بخوایم بیام یه کاری کنیم ما کجا بریم یه سیاوش آقای سیاوش دیگه پیدا کنیم؟ کجا بریم یه بانو مهناز پیدا کنیم؟ الان یه تیمی هستیم همدیگه رو میشناسیم دیگه، همدیگه رو به اخلاق هم آشنا شدیم، با هم داریم کار میکنیم، همه کارو داره با امید خدا داره میره جلو، همه چی با هم میره جلو. برنامه آقای وطنخواه ضبط میکنیم میذاریم تو کانال، برنامه بی پرستو از طرف بچه‌ها ضبط میشه من میذارم تو کانال. الان شما نگاه کن تو کانال من برنامه با دکتر مرجانی روحانی ضبط میشه به دستم میرسه میذارم تو کانال، بی رو میذارم تو کانال، آقا وطنخواه میذارم تو کانال، برنامه خودم میذارم تو کانال. هممون داریم با هم همکاری میکنیم، هممون دلنگرانیم، مخصوصا تو این لحظات. خواهش میکنم از همه فرق نمیکنه چه ما همکاران ارجمند چه شما عزیزان میهن پرست، خواهش میکنم یه لطف و محبتی به حال مرد بکنید. ما وظیفمونه که اومدیم اینجا نشستیم باید بیاین بگیم بچه‌ها دمتون گرم زنگ بزنید، بچه‌ها ای والا زنگ بزنید، بگید بابا زبونمون که مو در نمیاره که، بگید از مردم بخواید. تمام بچه‌هایی که روبرو دوربین میشینید بگید از مردم بخواید. اینجا یه سفره پهن شده من اومدم مفت دارم میخورم. این دور از مردونگی، این دور از جوون مردیه، این دور از معرفته، این دور از انسانیته. والا خدا رو خوش نمیاد. منو دعوت کردن رفتم نشستم یه سفره برام انداختن 7 قلم خورشت و پلو و نمیدونم کباب و جوجه کباب گذاشتن و نوشابه و دوغ و بخور و بنوش و رقص و آواز و بعد بلند شدم تازه میگم این چی بود؟ آخه به جای یه تشکر بابا از مردم بخواین که کمک کنن. من از همتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، نه که فقط اول برنامه و آخر برنامه خوش آمدید سفر بخیر بگید، لابلای برنامه‌تون بگید، یه ذره این فشار از روی بار دوش این مرد بردارید. خدا رو خوش نمیاد. من یکی به شخصی سپاسگزارم از شما آقای آریان وطنخواه،
امیدوارم که همیشه سلامت باشید. من حقیقت از ایشون خواهش کردم، حالا خواهش من قبول کن یا نه دیگه تصمیم خودشونه، بودم یه دو سه جلسه تو خونه بشینید، یه کمی از این فشار حداقل یه ذره، چون شما دوباره سوار ماشین میشید، دوباره دوباره جلو دوربین، دوباره همون آش همون کاسه، بابا بدن موتور گیرباج میکنه یا آدم آب روغن قاطی میکنه. آقای مهندس عزیز خواهش میکنم از حضور اعلیحضرت و لطف موبت بفهمید شماره 1. بچه زنگم دمتون گم، جون مادرت، جون پدرت، بیننده محترم، تو رو به شرفت، تو رو به ناموست، تو رو به هر چی اعتقاد داری، تو رو به اون خدا قسم، چه این برنامه رو الان داری میبینی، چه بعداً بازپخش میبینی، چه می تو کانال میبینی، بچه‌ای که خارج از کشوری، تو به ناموس و شرفتون، به خاطر ایران، به خاطر ملت، نه به خاطر من، نه به خاطر آقای وطنخواه، نه به خاطر هیچ کس، به خاطر ملت، به خاطر این جوونا، بیاین عضو بشین، مرد و مردونه با عضویتتون هم بمونی، جون اون پدر و مادرتون. دمتون گرم. برو بریم آقا مهندس عزیز. از قانون اساسی 1906 صحبت می‌کنیم. قانون اساسی 1906 1907. می توانید مختصر بگویید که طبق این قانون اساسی دولت چگونه تشکیل شده است؟ چون تا آنجا که من می‌دانم یک حکومت سلطنتی است که در سال 1906 2 حزب سیاسی به وجود آمد، ولی پدر شما در سال 1975 این را تغییر داد. من فکر نمی‌کنم که این قانون اساسی این را بگوید. پس کمکمان کنید بفهمیم که قانون اساسی چیست؟ بسیار خوب. ما یک انقلاب مشروطیت که حرکت مردم بر ضد حکومت خفقان به حساب می آید داشتیم. پادشاهی در مقابل قیام مردم که خواستار یک سلطنت مشروطه بودند تا یک حکومت مستبد تسلیم شد و بدین ترتیب انقلاب مشروطیتی که در کشور ما 78-79 سال پیش به وقوع پیوست منجر به این سندی شد که ما آن را قانون اساسی 1906 1907 مینامیم و می شود گفت که ما اصلا داریم راجع به یک سیستم پارلمانی صحبت می کنیم. پادشاه مشروطه‌ای که سلطنت می کند اما حکومت نمی کند. دولتی که در برابر نمایندگان مردم در مجلس مسئول است و من فکر می کنم از این می توانیم در سلطنت‌های امروز دنیا نمونه‌های خوبی پیدا کنیم و این مسئولیت دولت است که امور سیاسی داخلی و خارجی کشور را رهبری کند. وجود پادشاه اطمینان می‌دهد به اجرای صحیح این قانون اساسی و البته تمامیت ارضی کشور و این نقش اصلی من در آینده خواهد بود. و طبق این قانون اساسی 1906 شما ادعا می‌کنید که تخت پادشاهی ایران قانوناً به شما تعلق دارد. من فکر نمی کنم این سوال مطرح باشد که من چه ادعا می کنم و یا چه به من تعلق دارد. مسئله‌ای که مطرح است وظایف من نسبت به این قانون اساسی است. من به دنیا آمدم که از این قانون اساسی حمایت و دفاع کنم و از دید این قانون اساسی این وظیفه من است که ازش حمایت کنم و اطمینان حاصل کنم که به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ولی در حال حاضر هدف من مانند هر ایرانی ملیگرای دیگری است که اطمینان حاصل کنم این قانون اساسی که تنها سند دموکراتیکی است که در کشور من وجود دارد به خاک ایران بازگردانده شود و بدین ترتیب حکومت مردمی را موجب شود. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. خب فرمایشات اعلیحضرت که مشخصا دیگه چهره مشخصه دیگه مال چه زمانیه، بعد 40 سال پیش، درسته؟ باید چیزی راجبش بگیم راجب به قانون اساسی مشروطه. الان من چیزی باید بگم؟ اینا رو من گفتم؟ این فرمایشات اعلیحضرت نبود؟ چی فرمودن؟ من به دنیا آمدم که اون قانون اساسی رو که قانون اساسی دموکراتیک و مدرنی هم هست، من اون رو حافظ اون قانون باشم. چرا پس یه عده میخوام بیان سر این قانون رو ببرن؟ بعد به من خورده میگیری؟ آقا نگو شاه در اسارت، این نشون میده شاه ضعیفه. بعد مردم میگه خود شاهی که ضعیفه پس ما دیگه برای چی بریم تو خیابون؟ چرا حرفای منو اونطوری که خودتون دلتون میخواد برای خودتون ترجمه میکنی؟ چرا مثلا بی پرستو نمیاد همچین اعتراضی به من بکنه؟ اونم
این بیبی. چرا آقای وطنخواه همچین اعتراضی به من نمیکنه؟ چرا این آقای سیاوش همچین اعتراضی به من نمیکنه که قشنگ دیگه دم دستم با من؟ چرا این حضرات نمیان بگن که مثلا این آقای سیاوش میگه آقا رضا اینه نگو، فردا میگن شاه مثلا چیزه، این خود قدرتی از خوشنگی خودش اسیره. چرا بیبی پرستو نمیاد اینو بگه؟ اونم این آدم، یعنی با سر جریان شاه پهلوی بیبی پرستو، من صحنه دیدم و که دارم میگم، یعنی شاهد بودم، با برادر خودش جنگ کرد که بعد تازه خودش متوجه شد که برادرش اینجوری گفته، ایشون یه لحظه خیال کرد الان مثلا تو لرستان و سوار اسب بود داره میره، قاطی کرد یه لحظه همه چی رو، بعد دید نه ایشون هم داره اونو میگه منتها. خب چرا ایشون تا حالا همچین حرفی نیومده به من بزنه؟ یا چرا مثلا دکتر مرجان روحانی، یا چرا بچه‌هایی که با من دارن همکاری میکنن سال هاست من میشناسن، یا مثلا 2 روز من میشناسه، چرا کسی نمیاد اعتراض کنه؟ چرا کسانی که اعتراض میکنن فقط آیدی ان، یه نقطن؟ حالا بهتون میگم، ببینی خوب قشنگ حواستون الان بدید به من، از آقای وطنخواه و نامه فعلا بیاین بیرون، چون این به شما ربطی نداره، این مسئله ما خارج نشیناست، من با شما داخلی ها کار دارم. فرض کنید منی که الان اینجا نشستم هم بروسلی ام، هم محمد علی کلی ام، هم شعبان خان جعفری ام، هم رستمم، هم هرکولم دیگه. ببین ای والله راحت با یه دست 50 نفر رو سمت راست میخوابونم، با یه باد مثلا کشیدم 100 نفرم سمت چپ میخوابونم. من قدرتمندترین قدرتمند مرد جهانم. درسته؟ قشنگ مثل روان شاد پهلوانی بود واقعا، خلیل عقاب، روان شاد مرد بزرگ. من اصلا قدرت خلیل عقاب رو دارم، تکنیک بروسلی رو دارم، مشزنی محمد علی کلی رو دارم، بعد هیبت و مردانگی شعبان خان رو دارم، بعد خیلی رستم و دیگه چیز هستم، هرکول هستم دیگه. ببین چه خبر میشه. این آدمی که با این مشخصات دارم براتون تعریف کردم که با یه مش مثلا سر خر دیگه نه سر فیل بزنم فیل بلند نمیشه، دستامو بستن، پاهامم بستن، انداختنم تو زندان. به نظر شما من چه کار میتونم بکنم؟ هیچی. پس این نشون نمیده من ضعیفم، من قویم، دستمو بستن. کی باید دست منو باز کنه؟ کسانی که پشت این زندانن. اونا کیان؟ اونا طرفدارای منن. حالا حرفو گرفتید؟ وقتی من میگم شاه خداست یعنی چی؟ یعنی شما چی فکر میکنید؟ من دارم با آدمایی الان که عقل و شعور ندارید حرف میزنم و اونا که عقل و شعور دارن که میفهمن چی میگن. شاه خداست یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ خدا یعنی قدرت مطلق، اراده بکنه از نظر خدایی دیگه. تعریف خدا چیه؟ اراده بکنه زمین لرزه میاد، رعد و برق میشه، جنگلا آتیش میگیره، خشکسالی میاد، اراده بکنه همه جا پر برکت میشه، آب نمیدونم رودخونه پر آب میشه، هر کاری رو که او اراده بکند میشود. پس این یعنی خدا. وقتی که من میگم شاه خداست یعنی چی؟ یعنی یک مرد قدرتمند. شاه خداست یعنی قدرتمنده. شخصی که قدرتمنده پس میتونه آدم ضعیفی باشه، میتونه آدم وابسته ای باشه، میتونه علاف 4 تا انجوجک و 4 تا بچه بسیجی باشه؟ نه. خب تموم شد. خب پس وقتی که من میگم شاه خداست پس بدونید من دارم راجع به چه قدرتی حرف میزنم. اگر منی که خودم اینجا نشستم، اصلا من با هیچ کس کار ندارم، خودم اگر من میدونستم این مرد دور از حضورش، دور از شخصیتش، دور از خانواده و خاندانش، مثل ممدلی و احمد علی و چرتعلی و اون قجره، مگه من عبدالله که دنبالی همچین آدمی بیفته؟ مگه شما ملت به چه حسابی افتادید دنبال شاه مملکت، دنبال وارث تاج و تخت؟ چرا؟ شما از این آدم ضعف دیدی؟ ترس دیدی؟ آدمی که پاشو رو مینچیه قشنگ دیگه رفته رو وسط اتم. چه قرار بوده ایشون بفرماین که نفرمودن؟ شما به من بگید، من نمیدونم، شما به من بگید. وسط کاخ سفید
رو چمن کاخ سفید با حالت عصبانیت 10 بار نشون دادم چه فرمودن. اگر شما بگید به این عین حالت شما براتون در میارم، به این شکل، به اون شکل، به این شرط، به اون شرط، ما شرطی با کسی نداریم. جدا از قالب پادشاهی اومدن بیرون رفتن چهارم مولوی. وقتی کسی که خون رضا شاه تو رگش باشه، این آدم سوسول میتونه باشه، ترسو میتونه باشه، این آدم ضعیف میتونه باشه. که شخصی که خون شاهنشاه آریامر تو اونور رگاش باشه، شخصی که مادرش اولین بانوی تاج گذاشته بر سر پس از حمله تازیان باشه، این آدم ترسو و ضعیف و نمیدونم آخ من گرفتم، من هیچ اختیاری از خودم ندارم. نه جان، این همچین شما این همچین انشای حرف من همچین انشایی کرد تو موقع بی موقع شما. پس با خیلی شوتید یا خیلی مغرضید، که مغرضید، شوت نیستید، هیچ کس شوت نیست، مغرضید. این مرد قویه، این مرد فوق العاده قویه، این مرد یک آتش فشانه، اجازه نداره بترکه. من دیدید بعضی موقع عصبی میشم با سر میام تو این دوربینه، چون من شاه نیستم، من رعیتم، یه آدم معمولیم. شاکی هم بشم میگم آقای سیاوش دیگه نمیتونم، قطع میکنم، میرم تو خیابون فوش خار و مادر به خدا و پیغمبرم میدم، بلندم میدم. کردم این کارو چون من ظرفیتم در حد یه آدم عادیه. ایشون شاهه، ایشون نمیتونه مثل من فوش خار مادر بده. ولی اون موقعی که منفجر میشه، اون لحظه است که بیاد ایران زیر پاش صفر باشه. بعد من به شما میگم چشمان نافذ رضا شاه یعنی چی. اون موقع بهتون میگم نعره شیر یعنی چی. اون موقع بهتون میگم کت رضا شاه و شاهنشاه تنکیه. اون موقع بهتون میگم که دیگه از پشت شیشه های 100 کیلومتری کاخ هم دیگه نمیتونید ببینیدش. اون موقع بهتون میگم کی جرأت داره بهش بگه آقای پهلوی، رضا جون. اون موقع بهتون میگم کی اصلا جرأت داره بیاد وایس جلوش و خودشو خراب نکنه. یادتون نره این حرفا رو. خشمو نمیتونه نشون بده، شاهه، میریزه تو خودش. مگه شما تا امروز خشم شاهنشاه آریامهر رو دیدید؟ اگر دیدید بیاید به من بگید. یادتون میاد فیلمایی که پخش شده بغل دست اولیا حضرت شاهنشاه آریامهر نشسته بودن در مورد موسیقی که حالا مغرضین پخش میکنن، میگن که شاه نگاه کن چجوری با حالا با اون لحنی که اونا میگن دعوا کرد، مثلا با فرح دیبا. دعوا نکرد، توضیح داد. یک لحظه عصبانی شد، 1000% عصبانی شد. دیدید آقایونی که اونجا نشسته بودن صدا در نمی اومد، یارو نفس نمی کشید که صدای نفسش هم در نیاد. شاهه، شاه یعنی خدا. اعلیحضرت وقتی تشریف فرما می شدن تو پادگان، تو دانشکده افسری، توی نمیدونم پایگاه هوایی دسپور، شاهرخی همدان، هر جا که تشریف فرما میشدن، روی ناو کشتی‌های به اصطلاح نیروی دریایی شاهنشاهی، هر جا که تشریف فرما میشدن با لباس نظامی، کدوم نظامی دستش پایین بود؟ تا لحظه که اعلیحضرت فرمایش میکردن دستا همه بالا، نفسا حبس، همه این چوب وایساده بودن. شاه یعنی خدا. حالا دیدید چرا ما شاکی میشیم، میایم میگیم بی پدر و مادرها، مرده و زنده‌تون رو با آتیش میکشیم؟ که برید بغل دست اعلیحضرت تومونتو بکشی بالا، تومونتو میکشیم پایین که دیگه چیزی نباشه که بکشیش بالا. حالا دیدید چرا شاکی میشیم، میایم اینجا میشینیم میگی نه کاری بهت میکنیم که ننت سر قبرت بیاد. حالا دیدید، چون ما میدونیم شاه یعنی خدا یعنی چی. احترام این مرد به ما واجبه. اگر ایشون میاد بالای سن 4 تا انجوجک میره بغل دستش وای میسه که به خودشون میگن خواننده و جنگیر و فالگیر و نمیدونم یارو کلاغه و خیر و زاله، ما همه اینا رو یادداشت کردیم، فیلم برداری کردیم. ما بچه سربازیم، ما با آبگوش بزرگ شدیم، ما با تخم مرغ نیمرو بزرگ شدیم، ما با اشکنه بزرگ شدیم. ما مال اون اتاق بالاها نیستیم. بفهمید دارم بهتون چی میگم. به این ظاهر و عطر و ادکلون نگاه نکنید. ما هر کدوممون یه کوه دماوند که هر لحظه میترکه است. من اینجا که نشستم خیلی دارم قلقل میکنم، تا فکتون رو خورد نکنیم ولتون نمیکنیم.
ببین ایشون داره چی میکشه. من پدرم اعدام نشده، مادرم در به در نشده، من هیچ بلایی سرم نیومده، من این بلا رو خودم سر خودم آوردم، کشورم رو ترک کردم اومدم. شما سر ایشون بلا آوردید، بعد همونایی که این بلا رو سرش آوردید اومدید تازه هنوز دارید بهش فحاشی میکنید، بعد تازه اومدید میگید ما میخوایم بهت افتخار بدیم با تو متحد بشیم. بعد این مرد میشینه با شما گفتگو میکنه، بعد یار و غاراتون میارید، بعد با این مرد باید پرواز کنن برن اسرائیل. ببین داره چی میکشه. من بودم با لگد در هواپیما رو وا میکردم، همتون رو میریختن وسط بیابون سینا. اونی که فهمید امشب من چی گفتم فهمید. آقای مهندس عزیز من لطف و محبت بکنی اون دوتا پایینیه، یک آب و دو به دست گل درد نکنه. بچه زنگم بزنید ای والله. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم بحث آنکه کشور به دشمن دهیم. واقع هم اون هست که ما مردم ایران 47 سال هست کشورمون رو به دشمن دادیم. ملت ایران، ایرانیان، آزادگان، تبریز، اردبیل، شیراز، اصفهان، خراسان، ملت بزرگ ایران، مردم شریف سیستان و بلوچستان، مردم خوزستان به داد ایران برسید. بندر عباس، کرمانشاه، همدان، ملایر، شاهرود، سمنان، قزوین، زنجان، آحاد ملت ایران، آزادگان به داد ایران برسید. رژیم تبهکار ولایت فقیه جز بیداد و جز بحرانسازی و جز ایجاد خطر و جز ایجاد فقر و فحشا و نابودی ایران کار دیگه این 47 سال انجام نداده است. ما با تفرقه، با انفعال، با بی‌تفاوتی در نابودی این کشور داریم سهیم میشیم. مردم به پا خیزید. مردم 25 آبان ما قیام کنید. مردم ایران رو نجات دهید. امروز دشت‌های ایران، امروز کوه و دشت و طبیعت و محیط زیست این سرزمین، نسل‌های آینده این کشور به فداکاری ما مردم حاضر نیاز دارد. مردم قیام کنید. مردم صدای این فرزندتون رو بشنوید. ملت شریف ایران، من فرزند شما، سرباز شما ملت هستم. خدایا خود ایران رو از شر رژیم ولایت فقیه نجات بده. این رژیم تبهکار رو سرنگون کن. خدا من به تو رو میزنم. خدا تو به داد ایران برس. جاوید شاه، پاینده باد ایران. جاوید شاه، عضو نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و خدمتگزار و جانبدار و مدعی الامور داستان ملت ایران، سرهنگ ابراهیم آقایی کمازانی، به تاریخ 20 آبان ماه 2584 شاهنشاهی ایران. و سلام. خیلی دل دارم. سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی. خب حالا اینو چرا وسط این کار پخشم؟ بچه حالا نقاشیاتون هم پخش میکنن، ما ببخشید عمو رضا رو تو کانالم میذارم دیگه، میرید میبینید. ببین عزیزان، طبق معمول خب یه کاریه که حالت عرف معمولی نداره دیگه. خب برای منم از 3-4 ساعت پیش 3 ساعت پیش شروع کرد اومد و فلان اینا، منم میام نشون میدم. من الان وارد بحث این نمیشم. یه آدمی وایساده یه جعبه گذاشته جلوش، خیلی شست و رفته، پرچمه برق میزنه، مارکی گذاشته، مارک سلطنتی اون جلوش چاپ شده، برق میزنه. اون جلسه مصنوعیه. این دوتا اومدن اون پرچمو گرفتن توی اون مترو وایسادن، اون یارو میاد الکی یه ضربه میزنه. یه ده آدم هم وایسادن، حالا خودشونن یا آدمای بی ارزن، بابا دمش گرم چه وجودی داره، خب گوساله خودت برو واسه بغل دستش. من با فیک بودن و این که اینم یه برنامه جدید وزارت اطلاعات، یادتونه 2 هفته پیش چی گفتم؟ منتظر باشید، عین جمله‌مه،
منتظر باشید به زودی بیان یه چیزی بذارن و من سرهنگ فلانی، درسته سرهنگ فلانی هستم و من اعلام همکاری میکنم با شاهزاده رضا پهلوی و جاوید شاه و فلان بیسار. خدا رو شکر من به شما گفتم، من که نمیدونستم همچین چیزی میاد. چه از خود درون رژیم فرقه تبهکاران باشه، فین باشه، هر چی اسم شما بذاریم، پدر سوخته بازی باشه، چون اینا انقدر بی پدر و مادرن. اگه الان بیان به من بگن 9 و 20 دقیقه شب به وقت آلمانه، میگم دروغ، الان 9 و 20 دقیقه صبح. نه، من الان بیرون آگام تاریک نیست، روشنه، چشام آلبال گلاس میچینه. اینا اگه به من بگن ما سفیده، من میگم سیاهه. اینا بگن ما سیاهه، من میگم سفیده. اینا هر چی به من بگن من اگر این بیاد به من بگه آقا تو اسمت رضا احمدی، میگم نه دروغ. آقا ملت مثلا اسمم رضا احمدی نیست، مثلا حسن محمدیه. من اصلا هیچی از اینا باور نمیکنم، نه فوتبالش، نه سینماش، نه تئاترش، نه خونه‌هایی که ساختن، نه مترویی که ساختن، نه هیچ چیشونو من قبول ندارم. این از الان تکلیفم روشن بشه. اما چرا به شما نشون دادم وقتی چیزی رو که من قبول ندارم نمیام نشون بدم، اما اینو به شما نشون میدم چون پای شاه تو کاره. این اومده الان اما داره مایه میذاره. خب اگر به فرض محال، در مثال چیز نیست دیگه، در فرض محال نیست، به فرض محال این بدبخت اصلا داره راست میگه، ما چرا بدبین باشیم؟ بابا دمش گرم اومده میگه آقا من سرهنگ فلانی ام که مردشون قیافه و درجات ببرن. تو سرهنگی، خب من به جناب سرهنگ وزیر میگم سرهنگ، به تو میگم سرهنگ. آقا تو سرتنگ هم نیستی، با مورد جو قیافه هیکلت برم با لباس یه سرهنگ اینطوریه؟ بگذاریم فرض کنیم که تو اصلا دمت گرم ای والله بریدی از رژیم، بریدی و اومدی و همکاری میخوای با ما بکنی و جاوید شاه و فلان، همه هر چی تو گفتی ملت، من میگم این 100% راسته. خودم چرا همش بدبین باشه؟ یه بارم خوشبین باشی. اون دوتا ارتشی هم که پرچم یادم تو مترو، اونم راسته، درسته؟ آره. خب پس دممون گرم، ما بازی رو بردیم. اگر دروغ میگید، حالا بریم سر این که نه این راست نیست، سر این که دروغه. خیلی خوب، ملت ایران بدون تعارف بهتون بگم قشنگ گوش کنید، هرچند که دلم نمیخواد اینو بگم بیشتر تو خونه ها بشینید. فروپاشی از درون آغاز شده. این معنای دومشه، یعنی چه اینوری چه اونوری لعنت به اون رهبری، چه این راست بگه و الان اومده سینه سپر کرده و اعلام همکاری کرده و اعلام اتحاد کرده با شاه و با میهن پرستان، چه چاخان پاخان باشه و دروغ باشه، در هر دو حالتش داره نشون میده دیوار برلین داره فرو میریزه، دیوار اسلام جمهوری اسلامی داره فرو میریزه. نشون میده که از درون خیلی توشون خیلی قوقاست. یعنی باز به دیده مثبت نگاه کنیم. اما یه جمله دیگه که بعد از آقای مهندس خواهش کنم شماره 2 و 3 رو با هم 2 و 3 رو با هم پخش کنم. ملت ایران، هر کاری اینا میکنن به ما ربطی نداره. تیم فوتبالشون میره جام جهانی، قهرمان جهان میشه. دیگه از این بالاتر این فوتبالش. تمام فیلماشون در اسکار میگیره. اصلا حالا الاغ سفید و نمیدونم نخل قرمز و مداد فلا، اینا رو ول کنید، اسکار میگیره 15 تا 20، اصلا از بنهور بیشتر اسکار میگیره. خوبه. تمام خواننده هاشون تو تمام کنسرت های دنیا بغل دست تمام خداهای دنیا آواز میخونن. کاری کرد. تمام دنیا اصلا اومدن تو دانشگاه های حیوانات اسلامی میگن عجب علمی، عجب دانشگاه های، عجب بلبلی، عجب سنبولی. دلار همین امشب میشه 7 تومن، نفت و گاز میشه فلان. اصلا ایران در عرض 24 ساعت عجی مجی لاترجی برمیگره به سال 57. دیگه ببین چی دارم میگم، محال اندر محال، ولی من میگم میشه. خب این رو یاد بگیرید. جمهوری اشغالگر اسلامی باید برود و خواهد رفت. اینها آدمکش، تروریست، جنایتکار، دروغگو، فاسد، یک سیستم مافیایی هم. جمهوری اشغالگر اسلامی رو علی شیره‌ای نگه نداشته، همونطوری که خمینی لواطکار نگه نداشته بود. این یک رژیم فاسده، یک دولت فاسده، یک حکومت فاسده، یک فرقه فاسده. هر فعلی تو میخوای بذار پشت این اسلامی، حکومت، فرقه، دولت، رژیم، نظام، هر چی میخوای بکن، اینا فاسدن، آدم کشن. از همه مهمتر
این اراذل اوباش ایرانی نیستن. ای کاش اینا ایرانی بودن میگفتیم در نهایت داره میکشه ولی ایرانیه. نگاه کن مملکت داره میسازه. مثل چین کش و ساخت. دیدید که الان درها رو گشته واز، خیلی کشت. شاید صحبت بر سر 50-60 میلیون کشتار باشه تو چین. شکی نکنید، نه شاید، شکی نکنید از شروع ماو، شکی نکنید. ولی ساخت. ببین چین به کجا کشیده که شاخشونه میکشه برای روسیه و امریکا. ای کاش این همه ما رو میکش. امروز ایران در جایگاهی قرار گرفته بود که میگه حالا مرد میخوام بیا جلو، این اقتصادمه، این ارتشمه، این اتممه، این شرایط اجتماعی، این دانشگاه‌های مجانیه، این دختر پسرای قهرمانان ورزشکارمه، المپیک میریم 10 تا طلا، 20 تا نقره، 30 تا برنز، جام جهانی میریم، المپیک میریم، فلان میریم. این زنان و مردان اسلامی ماست با لباس اسلامی، ولی یک حکومت استخوندار با نظم. اینا یه مش بی پدر و مادر، بی شخصیت، بی کلاس، یخلوی، لواطکار، بوگنیه که دستشون تو تمام سوراخاشون میره. کثافت‌تر از این کثافت واقعا میکروب، ویروس، باکتری در برابر آخوند سرت از این فرود میاره. اینها ایرانی نیستند. اینها دشمن ایران، دشمن ملت ایران، دشمن پادشاهی مشروطه، دشمن فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانه. اینها دشمنن. شما تو خیابون پاسدار، آخوند، بسیجی، نرگس توپر، نسل سیتوده، اون یارو مستراح‌زاده، آخوند نصیری، سارق کثافت کلام، هر کدوم از این بی‌ناموسا رو میبینی باید بدونی یه دشمن جلوت وایساده، یه دستش نارنجکه، یه دستش کلاشنکوفه. تو باید اینا رو این شکلی ببینی. آقای مهندس عزیز بریم نقاشی بچه ها رو نگاه کنیم. شماره 2 رو دست درد نکنه. سپاس از شما جناب مهندسی های گرامی. آفرین آفرین، 2500 سال آفرین به بچه های عزیزمون. یه 2-3 تاتون از شما عزیزان حدود 200-300 پیش برای من نقاشی فرستادید. عمو جان دیر دیگه عزیز دل من، هفته دیگه مجبورم پخش کنم، منو ببخشید، خیلی معذرت میخوام. هفته دیگه ایشالله عمو جان براتون پخش میکنم. خیلی دیر فرستادید دیگه، حد اکثر باید تا دوشنبه، حالا سه شنبه ما یه جوری به بچه‌ها میگیم اینا رو هم لابلای نقاشی رو بذارین پخش کنیم. آره ببخشید عمو رضا رو، شرمنده‌تونه.
خدمتتون عرض کنم عزیزان، همیهنان عزیز، آنچه که مشخصه در درون اینها به یک نبرد رسیدن. اما پرسش اساسی اینجاست، ما الان در یک جایی قرار گرفتیم که تمام امکانات در دست ماست، نه امکانات تصویری و صوتی ها. بذارید من بهتون توضیح بدم. ما الان یه شخصیتی رو داریم که این شخصیت که هزاران بارم خدا رو شکر آوردیم ما اینجا نشون دادیم، تا چند سال پیش، یعنی جای دوری نریم بگیم مثلا 3 سال پیش، بله من بارام نشون دادم، یه آقایی بود به نام دهقان تو اون صدای آمریکا، اعلیحضرت عین فرمایششونه فرمودن به اون آقای دهقان که این جملهشون: آقای دهقان خودمونیم، اگر شما گهگاهی من اینجا دعوت نکنی کی به من میکروفون میده؟ این خیلی درد بودا ایشون اینو فرمودن. یعنی کاری کرده بودن که اساساً ایشون هست ولی نیست، بایکوت کامل خبری. اما امروز ما به جایی رسیدیم که اعلیحضرت تشریف فرما میشن به اسرائیل، مورد استقبال رسمی قرار میگیرن. یعنی اگر ایشون از تهران پرواز میکردن میرفتن اورشلیم، به همین شکل ازشون استقبال میشد، یعنی دقیقاً به عنوان پادشاه ایران. شاید حالا یه ذره تشریفاش فرق میکرد، مثلا تو فرودگاه سرود هم میزدن، این تنها کاری که نکردن تو فرودگاه سرود نزدن، سرود ننواختن، به اصطلاح نواخته نشد. خب ایشون تشریف فرما شدن به لندن، دیدیم با بوریس جانسون، با اون یکی بی پدر و مادرتر از اون یکی، عرض کنم گفتگو کردن. نه تونی بلر نبود، بوریس جانسون بود و اون یکی چیز، حالا اسمش هم میاد بهتون میگم، توپله. بوریس جانسون و اون پسر جوونه خوشتیپه، یادم رفت اسمشو، دیوید کامرون فکر کنم، کامرون، آره دیوید کامرون. خب همین اعلیحضرت در پارلمان مجالس چند کشور جهان، الحمدلله که دیگه دروغ نیست که همه رو نشون دادیم، گفتگو کردن. چقدر سمینار، چقدر نشست، چقدر گفتگو، دیگه واقعا خسته شد. یه پاش کانادا بود، یه پاش امریکا بود، یه پا اروپا بود، یه پا نمیدونم آسیا بود، با مقامات. حالا یه مقاماتی که ما بعدها متوجه میشیم که خودشون فرمودن، من با به اصطلاح رهبران کشورهای خاورمیانه، یعنی بدون تعارف، یعنی من با بحرین، قطر، امارات، عمان، کویت، عربستان صحبت کردم، اردن رفتم، مصر رفتم. خب ایشون در گفتگو هم، ما مثلا خیال میکنیم که ایشون علاف هم بیکار هم مثلا نشستن بعد میگم مثلا این مشاور و فلان. نه اینطور نیست. اصلا شاه رو اینقدر کوچیکش نکنید، بدونید خود، همیشه اینو به خودتون بگین، شاه خداست، بعد همه چه حل میشه براتون. خب ما الان این موقعیت رو داریم، یا همچین شخصیتی رو الان داریم. بی شک و تردید من نمیگم 90%، من میگم اکثریت. این اکثریت میشه 51%، میشه 99%، تو هر عددی دوست داری بگو. اکثریت در ایران خواهان بازگشت پهلوی هست. بازم میگم اصلا به صندوق رأی نخواهد رسید. به چی باید رأی بدیم؟ به شاه رأی بدیم که شاهه. میشه. در حال اینم اکثریت در داخل کشور. مهمتر از همه این مسائل آگاهی عمومیه. سطح آگاهی عمومی بالا رفته. اینم یک پوان بسیار مثبتی است. چرا؟ ملتی که بدون تعارف، ببینید با هم با صداقت حرف بزنیم تا به یه نقطه مشترک و یک جای منطقی برسیم. این نمیتونیم زیر بال هم دیگه اندونه بزنیم، قرب صدا هم دیگه بریم. این ملت چه دانسته ندانسته، خواسته ناخواسته، باید نباید، من با اون کاری ندارم، تو صف وای میساد. همین اراذل و اوباش چوسناز افشار و بقیه اراذل و اوباش، همین فرخ و مرخ و همین آشغالا و آشغالای خارج از کشور، همین طویله شمس الله سیمکش مردم رو دعوت میکردن. اینا به من نمیتونن بگن نه، چون هم دستم پره هم پشتم پره، سند ازشون دارم. مردم رو تشویق میکردن. خدا رحمتش بکنه نادرپور که گفت نه آقا 21 میلیون رأی ندادم ولی 16-17 میلیون دادم، پس دادن. آقای نادرپور روانش شد. ایشون آدم اون چپی و توده‌ای هم نبود،
نادرپور یه انسان ملی بود، میهن پرست بود، روانش شد. خب رأی دادن، همین مردم 22 بهمن همکاری میکردن، نماز جمعه ها پر بود. آها اونا حزب اللهی بودن. حزب اللهی کیه؟ جز قشر مردم دیگه، جز طبقه بی سواده. خب اون موقع هم عراقی و افغانی وارد نکرده بودن، اینا خودشون بودن. الان شاهدیم چند سال اون 22 بهمنشونه، اون زنجیرزنیشونه که دیگه زنجیرزنی نیست دیگه، واقعا تاسوعا عاشورا نیست، پارتی. خودتون میگید حسین پارتیه. رفتن از لبنان زنکه فاحشه رو برداشتن آوردن. حالا ببخشید من بیلم میگم، ولی من چی باید بگم؟ اون بانوی اونجورکیه. خود دیگه راحت بگیم کار تموم کنیم، وقت نیست. خب داریم هم از تو خارج از کشورم داریم از همکاران اون. بعد خب در رأیگیری شرکت نکردید، نشستید گفتید رو به ایران پشت به دشمن. چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مملکت رو دو دستی تحویل دزدا دادیم. رضا شاه روحت شد، شاهنشاه روحت شد، آتش گرفت به 124 شهر. این داره نشون میده نهضت ملی ایران همون نهضت مشروطیت، چون مشروطیت که یه شبه نشد که، جلسه بود، نشستن، ستارخان قهر کرد، باز آوردنش، باقرخان گفت نمیشه، گفتن میشه، بعد رفتن اینجا، بعد گفتن خب ما فشنگ میخوایم، تفنگ میخوایم، اسب میخوایم، آدم میخوایم. بعد این فشنگی که تموم میشه، خب من برم از کجا برم فشنگ بخرم؟ خودمون باید بسازیم، یه کارخونه کوچولو بعد اطراف تبریز درست بشه. باروت از کجا بیاریم؟ این پوکر از کجا بیاریم؟ تفنگ 10 دفعه گلنگدن بزنی، تفنگای قدیم بود دیگه، این خراب میشه. بعد روغن بهش بزنی، روغن رو از کجا بیاریم؟ خورد خوراک از کجا بیاریم؟ بعد مردم اصلا چجوری با خودمون یکی کنیم؟ این بیرقای این روس و انگلیس از سر در خونه اینا چجوری ببنی؟ این داستان داشت که بهش میگن نهضت مشروطیت. چرا نمیگن انقلاب؟ این نهضت مشروطیت تبدیل شد به یک شورش، بعد این شورش تبدیل شد به نهضت، چیزی که اعلیحضرت میفرمایند که گارد جاویدان، گروه های کوچک و مدام چی میفرمایند؟ باید رفته هم دیگر پیدا کنیم. یعنی خوب گوش کنی، لغت به لغاتی که از دهان اعلیحضرت در طی چند ماه اخیر، جای دورم نمیرم، همین 3-4 ماه اخیر، لغت به لغت که از دهان ایشون بیرون میاد، چون شما نوجوانان و جوانان مقصرم نیستید، نخواندید، اقلا به من پیرمرد گوش کنید. لغاتی که از دهان اعلیحضرت بیرون میاد، این لغات مشروطیته. ایشون سر مشروطیت رو نبریدن، ایشون میدانن که پادشاه مشروطیتن، الان براتون بخش کردن دیگه از این دفاع مستقیم. بنابراین ایشون میدونن کجا دارن میرن، میدونن ما رو کجا دارن میبرن. ما گیجیم ملت. الو بزن تو صورت خوده ببین بیداری؟ الان مزرم درد گرفت، بیدارم. بلند شید، از خواب غفلت بلند شید. شما ملت بزرگی هستید، شما ملتی هستید که فعلا همین چارچوبو که بهش میگن ایران 1,648,195 کیلومتر رو شما نگه داشتید. ما ایرانیا همینو نگه داشتیم. آذربایجان رفت، ترکمنستان رفت، حسن رفت، حسین رفت، بحرین رفت، این رفت، عراق رفت، افغان، هم درست. اینه نگه داشتیم دیگه، هم نمیذاریم سر سوزن جایی بره. نگاه نکنید 4 تا بسیجی میان غلط زیادی میکنن و تو فحشنامه های خودشون یه زرایی میزنن و این یکی کثافت مفتی کیم زر میزه. این آشغالا رو ول کنید. ما اومدیم و گفتیم و چیز کردیم، افشاگری کردیم و دیگه ول کنید این آشغالا رو. اینی که من میگم گوش کنید. من با شمام، ما با همیم، ما همخون همیم. اینا هم قبیله ما نیستن، اینا همخون ما نیستن. کسی همخون ما باشه تومونشون بالا نمیکشه بالا. اینا همخون ما نیست. کسی که همخون ما باشه نمیره تو مسجد بشینه بغل دست آخوند بعد بگم مشاوره، نمیشه. اینا هم قبیله ما نیستن. پس به من گوش کنید. اعلیحضرت از شما ملت، از رضا احمدی تو خارج، از این آقای سیاوش تو خارج، تو لس آنجلس، از من تو آلمان، از بی پرستوی تو دانمارک، از همه ما که تو خارجیم و شما که تو داخلی توقع دارن و به درستی هم دارن. وظیفمونو باید انجام بدیم.
من این کاریه که از دستم برمیاد. کار دیگه ای از دست من اگر برمیاد که بتونم بکنم، شما بگو، لعنت بر پدر و مادرم اگر نکنم. مگه نمیگیم بیاین اینستاگرام؟ میام. مگه نمیگید به آقا اونجا گفتگو کن؟ میام. من هر کاری بگید براتون میکنم، فقط مزاحم مخم نشید، چرت و پرتم به هم نگید، چون من خودم تو امجدیه خدای چرت و پرت گویی بودم. با من منطقی صحبت کنید، زور تو کله من نمیره. شاه تکلیفش مشخصه، ملت تکلیفش فعلا نامشخصه. تکلیفتون رو روشن کنید، بریزید بیرون، بگید جاوید شاه، دنبال هیچ چی دیگه نرید. مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور مرد. مرگ بر خامنه ای، خامنه ای مرد. مرگ بر خمینی، خمینی مرد. مرگ بر کلیت سپاه پاسداران، همشون به درک رفتن. مرگ بر تمام بسیجیان مردن. مرگ بر 400,000 آخوند و شیخ و سقط الاسلام و حجت الاسلام و زهرمار اسلام و آیات اعظام و همه این بی‌ناموسای لواطکارا. خب ما 400,000 تاشون مردن. مگه تمام سرانشون رو نزد الان اسرائیل؟ مگر 72 تن که بالای 200-300 نفر من تو میدون پاستور کشته نشدن تو دفتر نخست وزیر تو زمان بهشتی؟ خود ما تو امجدیه بودیم، خود من همون روز گفتیم که تموم شد اینا همه رو کشتن. رفت خمینی مرد، رفتن. این یه سیستم مافیاییه، به هیچ کس وصل نیست. پس اینا رو نندازین تو دهنتون. زن، زندگی، آزادی. منم میگم 100 دفعه میگم، من قربون زن، قربون زندگی، قربون آزادی، مخلصتونم هستم. به جایی رسیدیم؟ نه. مرگ بر دیکتاتور به جایی رسیدیم؟ نه. نمیشه. چرا؟ چون ما تکلیفمون رو با رژیم مشخص کردیم. ما شما رو نمیخوایم. رو به ایران، پشت به دشمن. خودتون میگید، من که نگفتم. چه اشتباه کردیم، مملکت رو دو دستی تقدیم این بی‌ناموسا کردیم. خودتون پس میدونید اینا بی‌ناموس و بی‌شرفن. تموم شد. خب ما پس تکلیفمون روشن شده، شماها رو نمیخوایم. خب درسته، با دنیا فهمیده، برای همینه با اینا قرارداد نمیبنده. اگر باشه یه 2 پاکت سیگار و یه 4 کیلو شکر زیر میزی، هندی، پاکستانی، صدقه سر به اینا میده. اوکی. پس حالا که تو اینو نمیخوای، تکلیف دنیا رو مشخص کن، کیو میخوای؟ آقا ما شامون رو میخوایم. این در گوش من فایده نداره گفتنش. بیا تو خیابون بگو جاوید شاه، تا بلند نشی، در خونتو وا نکنی، نگی تو خیابون، با مش نزنی تو در خونه همسایت، بیا بیرون بگو جاوید شاه. آب دیگه نیست، برق نیست، هیچی نیست. ایران درست نمیشه که بدتر میشه. الان بهتون امشب نشون میدن. وقتمونم داره میره. آقای مهندس عزیز من، 3 و 4 رو دست گل درد نکنه. بچه زن یادتون نره، خدا وکیلی. ای والله. عضو بشید.
سپاس از شما جامعه‌شناس گرامی. آفرین. 2500 سال آفرین. دیدی بچه های گارد جاویدان، اینا گارد جاویدانن. درست داره میشه. گارد جاویدان یعنی چی؟ چرا مثلا اعلیحضرت نفرمودن مثلا گارد دفترچه؟ گارد جاویدان. خب گارد جاویدان داره کارشو میکنه. کجا رفتن؟ دم هموم محل ما نبوده، اونجا خانه مشروطه بود، خانه ستارخان و باقرخان و یپریم خان و اینجا خانه بزرگان مشروطیت بود. خب پس بچه های میهن پرست با شعور پیام رو میگیرن و اینطوری میان به ما میرسونن، ما میایم پخش میکنیم تو خونه خودمون. کسای دیگه میکنن نه، اگر احیانا 1 در میلیاردم یه کارهای دیگه ای پخش کنن، نعوذ بالله خانه مشروطه، سریع مهر بطنه رو میزنن زیرش، این مال طویله منه. حالا که چی؟ یه یارویی تو یه شهری برای یکی گزارش میفرستاده، بعد حالا میگه منو گرفتن. چرا الان به طور یهو گرفتن؟ میخوان داستان جدید براتون بسازن. مشهد نمیدونم کجاست. آره خب خدمت عرض کنم، دوشنبه ما راجع به این بانو مادر اسمت مطالبی رو عرض کردیم و فیلم ایشون هم نشون دادیم، کلیپشو که ایشون تو بیمارستانه. از بچه ها من خواهش کردم که آقا پیام پشت پیام اومد، گفتم نه دیگه یکی تو لطف کنید که در حال من بچه گفتم نه دیگه. قرعه افتاد به نام یکی از همرزمان ما آقای بابک تبریزی عزیز که ایشون هم لطف کرده، همسر خودشون هم تو بیمارستانم، متاسفانه که براشون آرزوی سلامتی دارم، چیزی نیست ولی به هر حال متاسفانه ایشون هم بیمارستانم. گفت من دارم میرم پیش چیز دیگه، به بچه‌ها بگو نمیخواد کسی این کار بکنه، من دارم میرم پیش خانومم، یه سبد یه بسته گل دیگه هم میگیرم، اینم از طرف تو و بچه‌ها، دم دستت درد نکنه. عکساشم برای من فرستاد، چیز جالبی به من گفت آقا کمونیست، توده‌ای، مجاهد مخفی، خلاصه اراذل اوباش، دانید که 57 یا آشغال. آقا به لرزه افتادن تو اینو نشون دادی. گفتم که بهتون میگم که برنامه ها رو همه بیشتر چپیا و توده‌ای های همیشه خان، بیشتر این اراذل اوباش پای برنامه هستن. متاسفانه میان پرستان میرن یه جای دیگه. برای آقا اومدن عکس بگیر فلان، بعد چند تا کمونیست اومدن گفتن که چیز سلطنت طلب شدی شما. آفرین به این بانو که فرمودن نه من سلطنت طلب نیستم، من پادشاهی خواهم. خوردین؟ خوشمزه بود؟ چرا به ترس افتادی؟ ما اهل یارگیری و ما سری نمیخوایم بریم بچسبیم به یکی سلطنت طلب شده از ما شده. نه، سلطنت طلب شدن، مشروطه خواه شدن افتخار برای هر ایرانی، ما باعث افتخاره. ما به هیچ کس به زور نگفتیم آقا تو بیا مشروطه خواه بشو سلطنت طلب. ما رفتیم گفتیم نه. ما به اسماعیل خویی گفتیم نه. ما به اون آقای یغمایی گفتیم نه. ما به ناصر انقطاع گفتیم نه. آخرین حرفشو در آخرین لحظات زندگیش با تمام اختلافاتی که داشت و با همه کارهایی که کرد، آخرش چی گفت ناصر انقطاع؟ گفت از نظر من شاهزاده رضا پهلوی تنها شخصی که میتونه ایران نجات بده، از این مرد حمایت کن، خدا رحمتت کن، با همه اختلافاتمون. و خیلی هاشون اینا رو گفتم که شما میشناسین، خیلی ها رو شما نمیشناسین، پشت خط ایشون نامه دادن آقا ما رو ببخشید، ما با شما میخوایم همکاری کنیم. افتخار برای هر ایرانی که بگه من مشروطه خواهم. ملت ایران مشروطه خواه بودن یعنی هوادار نظام پادشاهی پارلمانی بودن که اعلیحضرت هم توضیح دادن در فرمایشاتشون، یعنی طرفدار پهلوی بودن. چون ما میگیم مشروطه یعنی کی رو میگیم؟ ممدلی رو میگیم؟ مزخرف الدین رو میگیم؟ اون علیل عیاش یا اون ناصر الدین مشنگ عیاش یا اون ممدلی آشغال که مجلس رو به توپ بست، اون بیشور عیاش یا اون یکی احمد ولگرد عیاش؟ ما داریم راجع به رضا شاه و شاهنشاه میگیم. مشروطه خواه بودن افتخار هر ایرانی است.
اگر کسی بیاد و به سمت مشروطیت بیاد، نمیگم به سمت من یا ما، به سمت مشروطیت بیاد ایرانی بشه. مشروط خواه بودن یعنی تازه ایرانی هستی، تو تازه میگی من اصالتم ایرانیه. و این افتخاره، هر کس هم اومد خوش اومد. دیدید که نشونم دادیم. این عکس‌ها هم امشب برای شما نشون بدیم. بازم با آرزوی سلامتی برای ایشون و سپاس از همرزم عزیزمون و بچه‌هایی که برام پیام فرستادید. ممنونتونم، دستتون درد نکنه، لطف کردید. و اینکه نترسید، توده یای همیشه خائن. ما قرار نیست هیچ انسانی رو قبضش بکنیم و ما بی کس نیستیم که دنبال کس بگردیم. کس همه بی کسان خداست و شاه خداست. میدونم نمیفهمید، هم شاید بفهمید. آقای مهندس عزیز من، شماره 5 و 6 رو لطف محبت بفرمایید. 6 هم نقاشیه. بچه‌ها زنگ یادتون نره، دمتون گرم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. عرض کنم عکسارم که دیدید، من گفتم بچه‌ها اینو یه ذره بیارن جلو، حالا نگن این نامه مال اون نیست. خلاصه براتون نشون دادم. بازم سپاس از همرزم عزیزمون آقا بابک گل و آفرین به بچه‌هامون. 2500 سال آفرین، آفرین، واقعا از صمیم قلبم میگم. عالی کار بچه‌هامون. ای کاش بزرگا عین شما با نظم و انضباط بودن، اینقدر کارشون رو قشنگ انجام میدن. از روزی که شما عزیزای من با من دارید همکاری میکنید، یک دونه جاوید شاه جان انداختن، یک دونه یک کاری رو اشتباه انجام ندادن. پرچم کشیدن، تبریک گفتن،
تسلیت گفتن، همیشه قشنگ کار کردن، همکاری کردن. آفرین آفرین. یک نسل باید بیاد و ایران رو نجات بده و شما نسلی هستید که آینده ایران مال شماست. اما من قرار بود راجع به یه مطلبی با شما صحبت بکنم. روز آدینه که نشد، دوشنبه هم که نشد، اگه امشبم نشه باز نمیشه. پس بذار من امشب تکلیفم با شما روشن کنم. همه شما همینان بچه عضو بشید، زنگ بزنید عضو بشید. من هر دفعه بیام اینو هی میگم، انقدر میگم تا ما برسیم به اون 20 عضو. از همم خواهش میکنم بیاید از مردم بخواید، جلو دور بمیاید بخواید مردم عضو بشن. دمتون گرم. همه شما همیانان عزیز در طول زندگی، شما که به هر حال کار سیاسی میکنید و مشغول این درگیری مسائل شدید، شنیدید مثلا میگن چپ میانه، چپ وابسته، چپ تندرو، راست میانه، راست نمیدونم تندرو. شنیدید این اصطلاحاتو؟ ببین همیانان عزیز، طرفداران نظام پادشاهی هم فاقد به اصطلاح مستثنا نیستن. در بین ما تندرو هست، میانه رو هست، دموکرات هست، شلوول هست، جاسوس هست، احمق هست، خجالتی هست، بیشعور هست، سوسیالیست هست، مثل که در بین کمونیستا احمق هست، بازم احمق هست. چون خواستم بگم میانه رو، دیدم نه فقط همینو باید بگم، احمق هست، احمق هست و بازم احمق هست. همینطوری که در بین جمهوری طلبان بیشعور هست، احمق هست، خائن هست، بی پدر و مادر هست، مزدور هست. چون خواستم بگم میانه و فلان، نه شعر مردم خراب میشه. بنابراین اینا میخوان بیان ما رو قطعه کنن. من بازم تکرار میکنم، در این که در بین طیف طرفداران نظام پادشاهی انواع و اقسام تفکرات سیاسی هست شکی نیست. خب منتهای مراتب چون ما درس سیاسی صحیح یاد نگرفتیم، نیومدیم این طبقه بندی ها رو در یک دوران آرام در زمان شاهنشاه آریامر بیایم طبقه بندی بکنیم. میکنی به تک حزبی، بی شرف بگو که فقط در شوروی ما حزب کمونیست داشتیم، بگو که در چین ما فقط یه حزب داشتیم، بعد بی شرف بگو که ما در کل آسیا حزب نداشتیم. کجا داشتیم؟ هندوستان 300 تا حزب داره که کشور به اون روز افتاده. اسرائیل که خودشون دارن مینالن، میگن هر کی اومده یه حزب زده، که حالا شما وقتی میری تو کنیسه همون پارلمان اسرائیل، از هر گروهی 5 نفر آدم اونجا نشسته، حرف هم دیگه رو نمیخونه. هر کی میشه نخست وزیر باید بره التماس 10 نفر بکنه باشه ائتلاف بکنن. این شد مملکت. اگر حزب بازی انقدر خوبه، چرا امریکا 40,000 تا حزب نداره؟ یه دموکرات داره، یه جمهوری خواه، یکی دو تا کوچولو موچولو پاییناست که همیشه تو 8% و 4% و 5%. چی 8%؟ 1% و 2%. خب مگه آلمان نیست؟ ما چند تا حزب داریم بچه‌ای که تو آلمانی؟ CDU CSU، خب دموکرات مسیحی ها و SPD سوسیال دموکرات ها. بقیه اینجا چی هن؟ دکورن، FDP، گرونه 90، لینکس پاتای. اینا کی هن؟ اینا همه دکورن، 10% و 11% و 8%، که بعد اینا با اونا ائتلاف بکنن. مثلا SPD به قدرت میرسه، مثلا به گرونه بگه آقا من وزارت امور خارجه و وزارت فلان رو به تو میدم، تو بیا با من متحد شد که من رأیم زیاد باشه بتونم وایسم جلو CDU CSU. درسته. اما شما بی شرفا همش میگین که ایران باید بشه حزبازی، که بعد میگین که بعد از رفتن رضا شاه تا کودتای ننگین 28 مرداد ما یه دوره خیلی خوبی داشتیم. نه جان، میدونید مردم چرا دوره خیلی خوبی داشتیم؟ چون تقریبا کاملا ایران خر تو خر بود. سردر هر طویله رو نگاه میکردی یه پرچه اومده بود بیرون، یه حزب درست شده بود که همون حزبای تک نفره، سازمانای تک نفره سال 57 با هم متحد شدن. بعد گفتم ما ریشه هم داریم دیگه. تأسیس 1324، تأسیس 1325، تأسیس 1300 گلپری جون.
چند نفر؟ رزمندگان، رنجبر، راه کارگر، راه ننم، راه بابا. کار به کجا کشیدن؟ بیفتن دنبال آفتابه خمینی. اوکی؟ حالا اینا رو بذارید که بیم سر خودمون. ببین آقا جون، ما در یک نبردیم با جمهوری اشغالگر اسلامی. کشور ایران، کشور شاهنشاهی ایران توسط توده‌ای های همیشه خائن، مصدقی های ایران بر باده، یعنی به عبارتی توسط جمهوری طلبان اشغال شده با کمک مرتجعین مذهبی. ما برای بازپسگیری این کشور یک راه داریم: حمله به سوی دشمن. الان جنگه، ما تو جبهه‌ایم. من سرباز، آقای سیاوش سرباز، آقای وطنخواه سرباز، بیبی پرستو سرباز، دکتر مرجان روحانی سرباز، ما سربازا تو سنگریم. الان ما باید سر چی با هم گفتگو کنیم؟ ما اصلا چه گفتگویی با هم داریم بکنیم؟ ما یه گفتگو داریم، دشمن اون رو به روه. تو RPG 7 داری، من مسلسل دارم، تو خمپاره انداز داری، تو نارنجک داری، پرت کنید که دشمن از بین ببریم. وقتی رفتیم دشمن از بین رفت، مملکت رو باز پس گرفتیم، حالا بیا بهشون بگو من یک مشروطه خواه سوسیالیستم. خب باریکلا، چی کار کنم؟ سوبلمه باید بخورم؟ من یک مشروطه خواهم و دموکراتم، خیلی بدجوری هم دموکراتم. خب باریکلا، یه پرچم تو باز خود درست کن. حالا حق غلطتون خود بریم بکنید. الان جنگ نبرده. پس پدر سوخته ها، وقتی که اون داریوش ناهمایون گور به گور شده نوکر فراماسونه را میاد یک کثافت خونه ای را میندازه، بی ناموس بی شرف، تو اومدی تفرقه بندازی که انداختی، که هنوز جاپای تو بی ناموس هنوز هست. ما هی پاکش کردیم ولی هنوز هست جاپا. چرا؟ چون پشتش پول خوابیده، پشت اون جاپاها پول خوابیده. که بعد یکی بیاد بگه ننمو ببین ایران نوین، تو روز روشن حزبو بدزدن. بعد بیاد بگه ما جمهوری طلبانی، درود در شهبانو. میشه هم چیزی؟ میشه؟ آقا چرا نمیشه؟ خب همین چرا نمیشه این مباحث بیهوده است که میرید میبینید تمام طویله ها نشستن. امشب همین چیزی که من امشب براتون پخش کردم، این الان شد نقل مجلس طویله BBC، طویله صدای آمریکا، طویله اینترآشغال و سایر طویله ها. افسر ارتش جدا شده. نظر شما چیه آقای؟ بعد سریع میرن تو هر سوراخ شماره تلفن دارن پیدا میکنن. صحبت میکنیم امشب با یکی از کارشناسان نظامی که فقط خوراکش این کاراست. شما جناب سروان حسین قومی کاشانی رشتی وصل شدن به ما الان از حالا اصلا یارو کجاست؟ تو عمرت اسمش نشنیدی؟ در هیوستن هستن. درود بر شما. اونم نشسته چشما اینطوری اصلا جفت داره، بیچاره ازش میره با هزار یه بدبختی جاروش کردن، یه کراواتی بهش آویزون کردن، اینجوری نشسته. حالا آدم مسخره نمیکنه ولی خب دیگه گر پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد، تو الان نشسته میگه من خودم دارم میارم بالا تو رو میبینم بالا میشم. نمیشه دیگه. حالا تو بهم بگی آقای مهندس عزیز من، خب شامتون رو خوردی؟ صبحونه میل کردی؟ نهار خوردی؟ اگر من اینا رو پخش کردم فوش من بدین، هر چی بدین به خودتون ها، دارم بهتون میگم خیلی کثافت کاریه. آقای مهندس عزیز، بریم تو نمک و زردچوبه، شماره 7 دست گلت درد نکنه. بریم چی نمک و زردچوبه دارم بهتون میدم بخورید. این یه نمک تصفیه شده است. ببینید این پایین چی نوشته: دور از رطوبت، گرما، نور مستقیم در محیطی با تهویه مناسب نگهداری شود. مگه داخل این چیه که باید توی همچین محیطی نگهداری شه؟ یه آزمایش خیلی ساده انجام میدیم. یه مقدار آب برنج داخل ظرف میریزیم، یک عدد لیمو ترش، این نمک تصفیه‌مون رو اضافه میکنیم بهش. ببینید چه اتفاقی داره میفته به خاطر اون مواد شیمیایی، یود شیمیایی که داخل این نمکه، بلافاصله تغییر رنگ میده. حالا بریم نمکی که نمک طبیعیه، نمک ارگانیکه، این نمک رو تست میکنیم. همون مقدار آب برنج، دوباره یک عدد لیمو اضافه میکنیم و این هم دل نمکه، نمک معدنیه، دقیقا هم شکل همون نمک تصفیه شده است. شما ببینید اینجا رو هیچ تغییر رنگی ایجاد نمیشه، خاطر اینکه داخلش مواد شیمیایی ندارد. نیازی نیست تو محیطی خاص به دور از نور مستقیم نگهداری شود، تاریخ انقضا ندارد. شما خودتون مقایسه بکنید.
این نمک تصفیه است که میخورید، اینم نمک معدنیه، نمک طبیعیه. کفتر رو مرغه ببین مثلا اثر این کار شما سرطان بگیره یا مشکل بیاد شما میتونید جوابگو باشید. کاملا غیر بهداشتی در یک فضای بسیار نامناسب. مواد اولیه از جمله مثلا خاک اره، نون خشک، ترکیبات دیگه که مصرف حیوانی داره ظاهرا ترکیب میشه و با رنگ‌های غیر مجاز خوراکی که به اینها زده میشه و شکل و شمال ادویه به خودش میگیره، اقدام به تولید ادویه‌جات میکنن در اینجا. انواع اسانس سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. این فعلا ادویه و نمکمون. حالا آرام آرام با هم میریم جا. این خیلی خوب بود، این سوفیا لورن بود بهتون نشون دادم، یکی دو جاشو که بچه ها لطف کردن ضبط کردن، من خودم چند ثانیه نگاه کردم واقعا حالا به هم خوب. خب حالا من از شما ملت ایران داخل کشور سوال میکنم، الان بحث من باید با شما، الان اومدم جلو دوربین نشستم، من تو این 8 سال باید بیام با شما راجع به چی صحبت کنم؟ چپ میانه، چپ وابسته، چپ تندرو، چپ سوسیالیست، راست این ورکی، این اون ورکی. امشب گفتگو میکنیم با جناب آقای، الان دارم میگم حالم داره به هم میخوره، جناب آقای مهدی نصیری بی‌ناموس لواطکار. چه کار است مردی که یه آخوندی که 3 سال تو بشکه بود، بعد این اومده خارج از کشور برای من شده کمپوزیسیون، بعد جزو کسانیه که داره پشت سر زیر علم دفترچه بسیج سینه میزنه. خب اینا میکنن کار خود، رژیم میکند کار خود، اینا اومدن زدن زار خود، ملت رو اینطوری سر کار گذاشتن. حالا دیدید چرا مردم تو خیابون نمیان؟ چون بین مردم همینطوری که ما تو خارج از کشور بین اون تفرقه انداختن، بین شما هم تفرقه انداختن. همسایه پایینی شکایت همسایه بالایی رو میکنه، همسایه دومیه میره تو کوک سومی میره چهارمی رو لو میده. مهمونی میرید فقط جواهراتتون و اونایی که بالای شهرید نشون میدید، اصلا گور پدر ملتی که اون پایین هستن میگه فی 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 اینا چه بویی میدن، ماشیناتون رو به هم نشون میدید. بچه‌هاتون که میرن مدرسه خانوما طوری آرایش کرده دیگه، خب الحمدلله الان بدون روسری میرن بچه‌هاشون رو تحویل چیز بدن، معلم و مدیر مدرسه بدن که حتما نگاه کن من با چه ماشینی اومدم یعنی بچه من تافته جا گفته 20 به این بدینا. بعد بچه هم یاد گرفته تو خونه وقتی اونجا تو کلاس نشسته، بعد به این میگه این کفش من نگاه کن مارک داره. بچه که 6 ساله الان همه مارکا رو میشناسه، من هنوز نمیدونم، من فقط آدیداس رو بلدم بشناسم، نمیشناسم مارکای دیگه رو، ماشینا رو هم نمیشناسم دیگه. من هنوز تو بنز و بهوای قدیمم، تو 190م که دنده سفر بود. آقای مهندس عزیز بریم تو آب میوه، این ادویه و نمکمون، حالا بریم تو آب میوه. بله سلام علیکم آقا، امروز با رفیقمون اینجا سیب آوردم آب میبگیری، وجدانن آب رو نگاه کنید، اصلا رنگ آب رو نگاه کنید، این میوه های سوراخ شده و نمیدونم کرم زده رو برده. بعد ما هم میریم از مغازه وقتی آماده میشه میگیریم میبریم عیادت مریض. خب این مریض اگه ویروس سرماخوردگی داشته باشه اینو بخوره 10 تا مرض دیگه میگیره، این چی آخه؟ با خوشحاله میدیم بنده خدا. من میگم چند بار بردم برای عیادت مریض بنده خدا چند روز دیگه فوت کرده، نگو اینا رو خورده. سانس احنم نگاه کنید وجدانم ببینید این بلانسبات چطور گلوها رنگ میکنه. میگم مریضی زیاد شده، الانکه میگم ارگانیک خودمون از باخ کنده، مثلا دورنگ درست کرده آدم دلش میره بخوره. این چی میخوره؟ خنه و مردشت بهترین رب درجه 1 همراه با آثار موش، قربقه، سوس.
اینا مسکنک هستن. مسکنک رو به مسکنک. اینجا کارخانه مگسیه. اینم سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. نمک رو دیدی؟ ادویه رو دیدی؟ آب میوه رو دیدی؟ تو چه فضای باز سیاسی آب میوه دارم بهتون میدم میخورید؟ آره. بعد رب گوجه فرنگی رو دیدی؟ همه اینا رو دیدی؟ شماها تو ایران اینا رو دارید میخورید ها؟ من نشستم تو آلمان اینا رو دارم میبینم، دو دستی دو بمبی میزنم تو سرم که ای وای یک نسل مریض مون رو دستم. ببینید شاه چه فیلمایی رو براش میفرستن. یک نسل معتاد مریض. حالا با داشتن بیمارستان میتونی این خون رو تمیز کنی، اون معتاد رو سالم بکنی. یک ملت دروغگو که به فساد اخلاقی عادت کرده، عادت شده از صبح دروغ بگه تا شب. دروغش هم کش میاده، کم و کسری از دروغ، تجاوز، حقوق بازی، پدر همینطور که با ثبات حرف بزنی جیبت میزنه. اینجوری میکنی یه لقمه مادرزاد شدی. مردم ببخشید همه رو نمیگم، ما خودتون میدونید که جامعه به چه فساد اخلاقی رسیده. دستش کرده تو جیبش دلار میخواد، پوند آوردم، اینو بردم. تو حالا میخوای اینو برداری بری بچپونی توی کارخونه که این مثلا تو کارخونه پتروشیمی ازش یه کارگر با شرف، یه کارمند با شرف، یه معلم با شرف، اینو میخوای ببری بذاری زیر یه سقفی ازش آدم با شرف درست کنی. بعد تو خارج از کشور میگن رضا احمدی سلطنت طلب تندرو، ما فقط با حزب مسروقه صحبت میکنیم. اینا خوبه. یعنی انگار ما الان داریم راجع به کشور سوئیس صحبت میکنیم، مشکل فقط تیم سلطنت طلبای مشکل اینا هستن. اونا خوبه، اون پاسدارا خوبه. چرا؟ چون قراره که داستان حامد کرزایو پیاده کنن تو ایران. اونا خوبه. آقای مهندس عزیز من لطف و محبت بفرمایید 9 رو پخش کنیم، بریم تو چیپس و برنج خارجی. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدید خانم آقایون، یه بار دیگه مرور کنیم. نمک و ادویه رو دیدید، آب میوه و رب گوجه فرنگی رو دیدید، چیپس و برنج خارجی هم دیدید. خب با نظم و تمیز. دیدید چه آب تمیزی، چه دستگاه های مدرنی. دستگاه ها رو عشق است، کارگرها رو عشق است. افغانی توش هست، ایدزی توش هست، سوزاک سفلیسی توش هست. خب حالا میخوایم بریم از آقای مهندس خواهش کنیم شماره 10 رو پخش کنن که این دیگه خیلی بستنی قشنگه. بستنی که میخورید و گوشتی که میل میکنید. من نمیگم ها، خودتون فرستادید، ازم خواستید که پخش کنم. اون اکیپ بچه های میان پرست که گفتیم باش امشبم برنامه رو اختصاص میدیم به مواد خوراکی و شستشو. برو بریم آقای مهندس عزیزم. بار دیگه تکرار این چیه؟
آب و هارد. آب و صادقانه. یعنی قسم دارم میدم آب و هارد. خودت هم داره درست میکنه دیگه. کسی دست نمیزنه. الان آبو میریزیم با هاردنر میکس میکنیم و عزیز دل میریزه کجا؟ تو وارسف کن. خروجیش هم میبینیم. بریز. هاردنر وارد آب شد. پشمات ریخ نه؟ پشمات ریخ. آبو ببین چیکار کرده. چیه این؟ سری به من بگو. آب و هارد. آب و هارد. شکر هیچی نداره. برسید دستگاه. سوراخو درست نشونه گیری کن. آقای علو چی بود؟ آب و آزادگان که می‌بینید بعد خیلی قرمز بود. یعنی خانم وقتی داشت این رو اصلاح می‌کنه می‌خواست در کیسه بذاره گفتیم چرا نه قرمزه، یه خونابه خیلی حالا قرمزی هم اون زیرش هست. یه خورده شک کردیم، یه فیلمی هم دیده بودیم گفتیم امتحان کنیم خودمون ببینیم که مثلا واقعا چه جوریه اینا، رنگ یا مثلا واقعا گوشته و اصلا بوی گوشت اصلا نمیده بهتون. ما خب مثل همون فیلم برداشتیم این گوشت رو یه ذره ورز داریم همونطور که دارید می‌بینید با یه ذره آب این گوشت داره تبدیل میشه به معلوم نیست چی. مثلا نمیدونم چیه، اصلا مشخص نیست چیه. مثلا بوی گوشت نمیده، حالا اینکه چیه اصلا مشخص نیست چیه. یاد بگیم بوی گوشت میده مثلا. ببینید کاملا همونطور که دارید می‌بینید اصلا کاملا درست. یه مقایسه بکنید این بود این شد. خود پرپوست چیه من اصلا نمیدونم این الان چی هستش. در حال از جایی که آدم می‌خره مثلا شهروند اینا انتظار داره که از جایی معروفی بیارن، یک ضمانتی کشش از طرف شهرداری. این نظارتی که صورت بگیره نمیدونم به چه نحوی. ببینید تبدیل چی شد، من نمیدونم چی این گوشت پرپوسته. اصلا بوی گوشت هم نمیده. حالا سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. خب اینم از بستنی و گوشتمون. ساناز عزیز $50. سپاس از ساناز عزیز. آشوری پهلوی دوست $30. سپاس از لطفت. اعظم عین آلمان $20. سپاس از اعظم عین همرزم ما از آلمان. زیردریای شاهنشاهی دلفین به خاطر صحبتایی که من کردم اون نوشته آقای وطنخواه رو خوندم لطف کرده $200. آقا خیلی ازت سپاسگزارم سرباز میهن، واقعا ممنونتم، لطف کردی. آقا روبرت هم با هزاران جاوید شاه $100 همینطوری لطف کرده، دست درد نکنه روبرت عزیز. بانو کیمیای عزیز ما هم یا آقای کیمیا نمیدونم، کیمیای عزیز $50 به خاطر بچه‌ای که بانو بله بانو کیمیا هم لطف کردن $50 به خاطر بچه‌ای که نقاشی میکشن. خیلی ازتون سپاسگزارم، لطف و محبت کردید. می‌بینید بچه‌ها نقاشی‌ها باعث کمک میشه. حالا 2 تا عضو جدید داریم. پهلوی شاه میهن عضو جدید $30. خیلی ازت سپاسگزارم، لطف کردی، ممنون، خوش آمدی به تیم ملی، به اردوی تیم ملی، دست درد نکنه. آتوسا هم از هلند عضو تیم ملی شد $20. دست آتوسا هم درد نکنه، آتوسا هم خوش آمد عضو تیم ملی شد. بچه زنگ بزنید، دمتون گرم. دیدی؟ حالا بریم تو بعدی، دامداری و آرد و بقیه ماجراها. بریم آقای مهندس 11. پدر دامدار اینطوری در میاد. نگاه کن خبر تکیبون یا جله 30,000 رزی درگیر تکبر تکیب. یا خدا نگاه یا خدا. دوستان آرد از اصفهان گرفتیم آوردیم چهارمحال، با آرد چهارمحال همکاری کردیم. ببینین به جای سبوس متاسفانه خورده چوب و براد چوب به جای سبوس به خورده ملت میدن. اگر دقت کنید ما اینجا آرد علک کردیم، این هم نتیجه کار
و الان ما اینو خیس میکنیم تا برای دوستان ثابت بشه. مقداری از نمونه ور میداریم براد چوبا رو. این بریزیم اینجا. این اگه سبوسه باید خمیر بشه، چسبندگی داشته باشه، ولی همونطور که ملاحظه میکنین نه آب میشه نه براد چوب خمیر که نمیشه. نگاه کن قشنگ مشخص. این درد ما باید به کی بگیم؟ وزارت بهداشت. این درد رو باید به کی بگیم؟ تمام امراض از همین آرد و مواد غذایی بیکیفیت. امیدوارم که پیگیری کنن مسئولین سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدید خانم آقایون، البته میدونم شما میدونید تو ایران ها، گفتیم ما هم بیایم به شما نشون بدیم که بدونید به ما هم خبرش میرسه، فقط نمیگن. حالا من به چشم دیدم، چون به من میگفتن رفیقامون آقا خاک اره میریزن تو نون. آقا میشه دیدی شد؟ آقا رب گوجه فرنگی توش سوسک را میره، دیدی شد؟ آقا بستنیامون اینطوریه، دیدی شد؟ میشه دیگه. خب بانوان ایرانی در داخل کشور نیای تو خیابونا. وقتی که بچه ها تو خیابون دارن باتون میخورن، دارن فوش میخورن، میریزن میگیرنشون میبرنشون تو زندان، تو ماشیناتون که نشستید دارید میرید مهمونی که لباساتون اوف نشه، از تو ماشینای آنچنانیتون فقط بی 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 بوق بزنید دستتن نشان بدید، یعنی ما داریم همکاری میکنیم. بعد به شوهرت میگی که بگاز الان حمله میکنه میزنن شیشه رو میشکنن. نترس مامان جون. درسته؟ اون ماتیکایی که میمالید، اون پودرایی که میمالید به سر صورتتون، اون لوازم آرایشی که میمالید، الان نگاه کن ببین چی دارید میمالید. نه من خارجیشو میگیرم. خارجی وجود نداره، چون اونم الان بهت نشون میدن. آقایون ببین تیغ چی بهت دارن میدن. آقای مهندس عزیز من 12 رو لطف و محبت بفرمید و 13 رو دوتاشو با هم لطف کنی که ویدیو رو پخش کرده باشیم. دست درد نکنه. خواهشن این پست رو اشتراک گذاری کنین، همه ببینن، همه بانوهای ایرانی ببینن. ببین مواد لازم برای تهیه لاک و ماتیک و این بدبختی ها. ببین پشکل 10 عدد ان پخشه، ان این فین اون دماغ این و همزن روشن میکنه. بانوهای عزیز ببخشید من اینجوری میگم، ولی ببینید اینو اشتراک گذاری کنین همه ببینن. ببین یه سری آدم هیچی ندار اینجوری سوجو براشون مهم نیست، خواهرشون، مادرشون، هر کی خانواده‌شون کی استفاده میکنه، اینجوری هم میزنن و چند تا آشغال و به اینجوری. بعد یارو خانم هم میبینید لبشو چیز میزنه میخوره، اینجوریه. این آتا آشغالا رو خورد مردم میدن. البته باعث و بانی این چی مسئولین، جز مسئولین بی کفایت و بی ثباتی که سیب سلامت و سیب کرمو و سیب غیر سلامت و تق زرت میزنن. یا فله‌ای برای شما تیغ آوردن، پلاستیکی خالی میکنن، بسته‌بندی ها رو میارن میذارن میچینن. خب بعد میاد اینجا برای شما شروع میکنن استارت کردن و بسته‌بندی رو گذاشتن لای اینو برو پایین رو تولید. خب حالا پلم شد، یه بسته تولید شد، اینجا هست مارک خروج، مارک ورود، همه چی براتون میذارن. گمرک هم اینجا تایید میکنه و شما یک کالای درجه 1 کره‌ای رو بهت میدن، ولی تقلبیه 100%. همه چی رو دارن میریزن تو دریا. این ناموسا مرکزیست رو نابود میکنی. آی خجاله نمیکشی، فیلم میگیرم هم با جا پخش میکنم، بری جا. همه چی رو دارن میریزن تو دریا. این ناموسا مرکزیست رو نابود میکنی. آی خجاله نمیکشی، فیلم میگیرم هم با جا پخش میکنم، بری جا.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقای مهندس فرمودن که اون قسمت اون کشتیه بود اومد بود بغل ساحل داشت آشغال میریخت، این هوش مصنوعیه، ولی وسط دریا این کارو میکنن. چه میکنن؟ دریای مازندران دیگه کسی نمیره تو شنا کنه، چون از اون بالا داره ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، خود روسیه دارن قشنگ ترکمون میزنن، همه ترکمون هم سرپایینی میاد به طرف ما. شانس کرده داریم طلابیان، مدفوع روسا میاد که اون ماهیامونه و اونم دریامونه و اونم ساحلمون. به هر حال شامپو رو دیدی، ماتیکا رو دیدی، تیغ رو دیدی، این یک قطره در دریا بود. من امشب بهتون نشون دادم، خودتونم میدونید. حالا دیدید ملت چی دارید میخورید؟ خودتون، بچه هاتون، بچه‌ت بستنی میخوره، خودت برنج میخوری، شوهرت نون میخوره، ریشتون رو میزنید، ماتیک به خودتون میمالید. بالاخره همتون که پولدار نیستید برید مثلا مثل زن علی دایی تو انگلیس بچرید، یا مثل فک و فامیل علی پروین و همین فوتبالیستاشون که شما میگه آقا دیدی بغل زمین وایساده میگه این استادیوم کی ساخته؟ او آقا ساخته، او توپ ساخته خودشون. اونا خودشون شبا برنامه دارن. نگاه نکن دنه حمید استیلی میمیره، باباش میمیره، سلام علیکم، اینا فیلمه. به قول آقا سیاوش عزیز من، وقتی که یک سیستمی فاسده، منی که تو اون مملکتم سالمم میگم خب از بالا که دزدن، من چرا دزد نباشم؟ من سالمم دزد میشم. چرا؟ خیلی در